تاریخ گواه است. تاجیکان علیه هیچ ظلم آور آرام ننشستند و قیام کردند، نه یک بار بلکه چندین مراتبه. منقیتی ها از شورشچیان تاجیک به لب آمده بودند. امروز در پامیر که تاریخ در حال تکرار است و از محمد باقر واسطه ساختند. سبحان فالق الإصباح سبحان مصرف الرياح سبحان الملك الفتاح سبحان الملك الجبار مكور الليل والنهار سبحان الواحد القهار سبحان الحليم الغفار. باید یادآور شد که تاریخ بدخشان تاریخ ایستادگری علیه منقیت است و عین حال دوام همان تاریخ 100 ساله است. فقط کتاب‌های تاریخ را باید ورق زد تا بفهمید کی برای کی این جهان و آن جهان را جهنم ساخت.